داریم میریم کورین باربیکیو. اسکوتر گرفتم برم پیش دوستان ببینم بقیه‌شو در جریانتون میذارم. گوگی گای. سیستم اینجوری بود که هر دو نفر میتونستن یه ست سفارش بدن. توی هر ست یه سری مخلفات و سالاد و پیشغذا و نمیدونم اینا داشت، به اضافه گوشتای متنوع. من با دوستم یه سری گرفتیم و چجوری میخوردم، کاهو، برنج، گوشت و مخلفات اضافه میکردم، لقمه میکردم و میخوردمشون. اینجام دارم چیکار میکنم، گوشتام میذارم بپزه قشنگ آروم جلیز ویلیز. کنارش نوشیدنی سوجو هم گرفتم که خیلی پیشنهاد میکنم. برای دسرم دوستم پاناکوتا گرفت و من بستنی زیره سیاه. نگم برات چقدر خوشمزه بود، یعنی یام. در دارم میرم پیش دوستان. ما همیشه توی هفته یه روزی رو میبینیم هم دیگر رو و هم به هم آپدیت های زندگی رو میدیم و حالا یا هر هفته یا هر 2 هفته یه بار این کار میکنیم. بعد تصمیم گرفته بودیم که بریم امروز و قرار بود هوا آفتابی باشه و ناگهان هوا ابری و بارونی شد. ما گفتیم که ما پس نمیکشیم، نه ما پس نمیکشیم، اینجوری دیگه داریم میگیم. بعدش هم که اسموتی درست کردم که ویدیوشو بذارم. گفتم باید ویدیو نشون بدم، یعنی میخواستم هم یه چیزی ببرم با خودم، قرار نون رژیمی درست کنم، ولی دیگه اون وقت نشد. گفتم یه اسموتی درست کنم که هم دستخالی نرم، همه چیزی درست کرده باشم، هم ویدیو بگیرم. بریم ببینیم چجوری میشه. چجوری میشه هیچ دیگه برم دوستان ببینم، بشینیم با هم خاله کنیم. به نظرم یکی از سخت‌ترین کارا توی مهاجرت تمدید اقامته. با اینکه همه مدارکم جور بود، ولی به عنوان یک ایرانی همیشه 1% ته دلت استرس داره که نکنه که نشه. از مسیر رو ساختم و ویدیو گرفتم، گفتم شاید به درد یه نفر بخوره. این پنل سفیدا مربوط به دستگاهی که هم عکستون رو اونجا میگیرید، هم انگشت نگاریتون رو توی این دستگاه انجام میدین. از ساختمون ما که وارد میشین طبقه دوم، همینجوری که روی نوشته روی در میبینید مربوط به بخشیه که برای خارجی‌ها کار تمدید اقامت و کلا کار اقامتی انجام میشه. از اینجا به بعدم به صورت معکوس براتون فیلم گرفتم که از ساختمون خارج بشیم و بریم که توضیحات رو بهتون بدم. هلو علیکم. آقا داستان میدونی چیه؟ همین الان از اداره مهاجرت در اومدم و احتمالا زمانی که شما این ویدیو رو ببینید یه 2-3 هفته تا یه ماه گذشته. امروز 22 میه و اینکه چرا دارم این ویدیو رو بگیرم، من چون که تحصیلم تموم شده باید کارت اقامتم رو تمدید میکردم و خب اپلیکیشنی که پر کردم اپلیکیشن این بود که من به دنبال کار هستم و باید دنبال کار هستم واقعا. اینکه تا اگر این همه چی اوکی باشه تا 1 سال تمدید میکنم کارت اقامت شما رو. و حالا من خیلی استرس داشتم از قبلش و اینا، ولی خب مثلا با دوستان صحبت می‌کردم، دوستان گفتن که خب بعد مدارک تکمیل کاری نکردی که اوکی، حالا بریم ببینیم چی میشه. بعد مدارکم تکمیل بود، اوکی بود، فقط اینکه محل اقامتمو شما وقتی وارد اروپا میشی، کشور اروپایی میشی، باید محل اقامتتو دیکلیر کنی، یعنی شفاف سازی اگه شما نکنم این کار باید انجام بدی. و من اولش خوابگاه بودم این کار نکرده بودم و اصلا هیچ اطلاعی هم نداشتم که باید این کار انجام بدی. بعد مثلا یه 7-8 ماه بعدش انجام دادم. فقط بابت تنها چیزی که مثلا توی مدارکم ایراد گرفت گفت اینه، بعد یه تیکه مثلا نامه بنویس میره مثلا چیز بشه، چی میگن، بررسی بشه و بعدش هم اگه اوکی باشه که اوکی دیگه. و بعد اینکه حالا نگم بعد پروسه چه شکلی بود. پروسه اینکه شما وقتی که یه همچین حالتی میای اقدام میکنی برای تمدید اقامتت، باید بگی که به ازای هر ماه من یه مقدار پولی دارم که میتونم سروایو کنم، میتونم زنده بمونم. خب یعنی مثلا مشکل مالی نخواهم داشت و باید پول نشون بدی. و این یه مبلغ قشنگ کاملا چشمگیریه که اول سر این مبلغ داشتیم به فنا میرفتیم
بعد دیگه خانواده با تلاش و کوشش بسیار و کلی هم قربونتون برم من از همینجا، انشالله که اوکی شده موقعی که داریم این ویدیو رو میبینیم. خیلی خیلی تو فشار افتادن فقط بابت اینکه این پول باید نشون داده بشه دیگه، بگن که آقا این پول تو حساب منه و فیلان، بعدش هم برمیگردونیم به خانواده. اما اینکه اینجوریه، این قسمت مالیش این شکلیه. بعد به نظرم که نمیدونم خیلی ها این راهو انتخاب میکنن که ادامه میدن درس خوندن رو، و خب درس خوندن هم همین هزینه مثلا چیزو داره دیگه. اگر مثلا علاقه به درس خوندن نداری واقعا، اینجوریه که خب یه هزینه‌ای که دیگه داره میره دیگه. اقامتت هم تمدید میشه، بعد اقامت تمدید میشه دیگه با درس خوندن. من الان یه سری از همکلاسام دارن اقدام میکنم برای دکترا، برای خب دکترا بین مثلا 4 تا 8 سال طول میکشه، بعد دیگه اقامتشون رو میگیرن تو این تایم و احتمالا میرن برای مثلا پاسپورت دیگه اقدام میکنن، چون که تایمش طولانیه. داره که تو درست ارائه بدی، تکمیل ارائه بدی، مشکلی نخواهی داشت، یعنی راحت فکر میکنم میتونی بیای. فقط مدارکی که خواسته شده ازت باید تکمیل باشه و پروسش هم پروسه سخت نیست که بگی وای حتما نمیدونم وکیلی میخواد و یا فلان چیزی. از دوستام خیلی پرسیدم حقیقتا، ولی اینجوریه که با دوست سوال کردن کار راه میفته، میتونی خودت انجام بدی، نیاز نیستش که وکیل و اینا داشته باشی. چقدر همه چی خوب انجام میشه دیگه. من این قسمتش خیلی خوشم، تو اون ویدیو مثلا برای واکسن زدنم گفتم اگه خوشم میاد که همه چی آن تایم به موقع و طبق اصولش برگزار میشه. حالا مال من امروز استثنا وقتی که گفتم وقت از قبل میگیری و حالا مثلا پروسش نمیدونم شاید جالب باشه بخوای بدونی یا شاید هم نه. من اینجا میام نخواستی بزن جلو. اینجوریه که برای تمدید کارت اقامت هم باید برفتم تو سایت مثلا مهاجرت، اداره مهاجرت اینجا، بعد اپلیکیشن هم مثلا پر میکردم هر چی که لازم بود داشته باشه و اینا، بعد مدارک آپلود میکردم، بعد میومدم مثل امروز اینجا که مدارک اصلی رو نشون بدم و ارائه بدم و دیگه بره برای اینکه مثلا تایید بشه یا خیر. اینو چرا گفتم یادم رفت که چرا اینو گفتم. داشتن اینو میگفتن که من همه چیز چقدر معمولی و آن تایم و روال انجام میشه بابت این. تا حالا واقعا مشکلی من نداشتم توی این رویه و تو این قضایا و خیلی هم خوشحالم حتی که این شکلیه قضایا. بعد اینو خواستم بگم حتی خانومه که یه خانوم بود اون باجه که من باید میرفتم کارم انجام میدادم و خب یه نیم ساعت دیر شده بود و رفتم نشستم، گفتش که مثلا شروع کرد عذرخواهی کردن که ببخشید امروز سیستمم اینجوری بود و فلان و اینا، دیر شد معطل شد و اینا. بعد خب من مثلا دیگه اینجوری یه جور رسمیه، معمولا همینجوری الکی حرف نمیزنه که آدم. و من داشتم لبخند میزنم، بعد یه لحظه سریع تو مغزم سویچ شد که سیسی باید حرف بزنی، بعد دیگه لبخند مثلا معمولی خالی مثلا خیلی ویرده دیگه، یه داره توضیح میده میگه که آقا ببخشید فلان اینا. من دیگه سریع گفتم که نه خواهش میکنم مثلا مسئله نیست، من فقط یه لحظه نگران شدم، گفتم شاید من جای اشتباهی اومدم مثلا چون اولین بارم که دارم میام اینجا، گفتم شاید جای اشتباهی نشستم منتظرم فلان، فقط تنها نگرانیم همین بود و اینه که مثلا اوکی دیگه قابل درک. بعد از این قسمتش خیلی خوشم اومد. تو ذهنم داشت قبلش مثلا مرور میشه، میگفتش که یعنی خودم به خودم داشتم میگفتم اگه عذرخواهی بکنه دیگه خیلی خفن و کوله و فلان و اینا، که همینطورم بود. کلا استرس میگیرم و فکر کنم ما ایرانی‌ها یا هر کسی که هر خارجی دیگه که میره یه جای دیگه کشور دیگه این استرس باش همراهه، به خاطر اینکه مخصوصا شاید کشورهای اطراف ما بخوام اینطوری بگم این استرس رو داره همراهش که آخه کار اداری همیشه نامرتب انجام. حالا من در مورد ایران حرف کار اداری نامرتب انجام میشه، بعد میری مثلا همه بعد مدارک رو یه مدارک دیگه میخوان ازت، مثلا یه چیزای عجیب غریب اتفاق میفته. یعنی تا زمانی که من بودم که همین شکلی بوده، هر روز مثلا یه چیز بخشنامه میاد، نمیدونم یه چیز قانونی عوض میشه، تو مثلا فول مدارک تو کشور خودت که میری تو یک اداره چیزی با استرس همراهه، 70-80% اوقات هم با یه بار رفتن کارت راه نمیفته و باید بری مثلا بری بیای. بعد به خاطر همین این استرسه
فکر میکنم توی ما شکل گرفته دیگه، تا بخوایم عادت کنیم به اینکه اینجوری نیست جاهای دیگه. برای من مثلا این شکلیه دیگه، استرس هست. مثلا خودم استرس داشتم، بعد دیدم که هم دوستم گفتش که چه دلیلی داره که بخوای استرس داشته باشی، همین که خودم اونجوری که واقعا دلیلی نداره بخوام استرس داشته باشم دیگه. ولی کلا به صورت کلی هر کار اداری برای من سخت. تا من بتونم با این قضیه با خودم کنار بیام فکر می‌کنم 100,000 سال طول می‌کشه. کار اداری، بانکی، کاغذ بازی، حالا چه کار آنلاین هم باشه حتی، ولی توی این کاتگوری باشه برای من سخته. بعد دیگه چی رو میخواستم بگم؟ اینقدر همه عاشق آمریکایی اینا واقعا سلطان دراماست. اونجا نشسته بودم یه تایم که اپلیکیشن دیگه تموم شده، تایپ شده، میبرن پاسپورت تو، کارت تو بررسی میکنن یا اون پشت مشتا، احتمالا برای اینکه ببینن که مثلا اصلی و اورجینال یا هرچی. بعد یه 3 تا آمریکایی اومدن که پیرم بودن، هر سه تا مثلا یه زن شوهر بودن، یه خانم پیرزن هم بود که پیر بود. اینا هم داشتن نمیدونم یه کاریشون رو انجام میدادن اونجا. بعد فکر کنم مثلا برای پاسپورت یا نمیدونم اقامت دائم یا 10 ساله یا هر چی که مجبور بودن داشتن لیتوانیایی مثلا حرف میزنن. خانم داشت لیتوانیایی حرف، کاری ندارم، انگار مثلا یه تایمی رو معطل شده بودن. وکیلم داشتن، وکیلشون داشت حرف میزد با اون مثلا چیز کارمند اونجا. یه ذره اصلا طول کشید با مثلا صحبت شد. آقای قاطی کرد، شروع کرد مثلا خیلی بیجاها. بعد مثلا فکر کنم مثلا خانم و وکیل در واجه نشستن دارن کارشون رو میکنن، حرف میزنن و فلان اینا. مرد هدف اومد که میدونی این کیه، میدونی این پیرزن کیه، اون نمیدونم فلان اینا، میخوای پاسپورت همو نشون بدم. این پاسپورتشون لامصب نه که اعتبار داره، همه جا پر رو من. پاسپورت همو بیارم نشون بدم، اینجوری پاسپورتش از اون بالا انداخت فلان اینا. بعد دیگه وکیل داشت بهش میگفتش که اوکی نیازی نیست، فقط داره 3 ساله چیز میکنه و اینا. خلاصه این آمریکایی‌ها سلاطین دراما دیگه. از به خدمتت که همین گفتم تا داغ اینو ویدیو بگیرم. بعد نمیتونم من بهتون بگم دعا کنید که کارم اوکی بشه، برای که شما دارین این ویدیو رو دید می‌بینید. و چرا دید دارین می‌بینین؟ برای اینکه گفتم حداقل اوکی بشه بعد ببینیمش دیگه. و دیگه همین، اگه چیزی اضافه تری بود میگم بهتون و همین ها. فعلا آقا پس از استرس های فراوان بنده کارتمو گرفتم 1 سال دیگه. یارتمو یه سریع تبدیل کردم، امروز رفتم گرفتم و احتمالا ویدیوهای قبلی که گرفتم و امروز میبینید. و چقدرم الان راحت بود، یعنی اون موقع که دیرتر شده بود، الان وقتم مثلا 11 بود، یه روز زودتر رسیدم. با اینا چه گوگولی هم وایسته سوپشونه، اون سوپ معروف، غذای معروفشونه، ماشینشه که اون رنگه. چه کنم باشه. آره داشتم میگفتم 11 وقتم بود. بعد مثلا 11 و 10 دقیقه رسیدم. بعد یه گفتش که بچی اومدی؟ گفتم اینه. گفتش که خب بیا دیگه حالا خالیه، بیا. دوتارم کارم راه انداخت و تمام. کارتمو گرفتم و خوشحالم بابت عکسش. اولین عکسیه که مثلا موهام بازه، بعد مثلا یه ذره سفته توی پیشونی. توی ایران اینجوریه که باید کامل صورتت معلوم بشه و این داستان داره دیگه، عکس گرفتن مدارک فلان. خیلی راحت شد اومدم فلان. بعد برم یه کار دیگه اداری دارم انجام بدم، باز حرف میزنیم با هم. چرا اسم اینجا رو نمرود، همون نمروده، غذا رستوران کباب. یعنی یه روز پروداکتیو. رفتم چیزو گرفتم صبح، کارت اقامتمو گرفتم، بعد رفتم ترجمه گواهینامه‌مو گرفتم، بعد اومدم قرارداد خونه‌مو تمدید کردم، بعد رفتم ایمیل زدم براشون که برام یه نامه صادر کنن که بتونم محل اقامتم رو رجیستر کنم. الانم اومدم باشگاه، بعدش میریم کجا؟ یه ایونت هست استارتاپ، بعدش میریم اونو دیگه. همین دیگه به نظرم بسته برای 1 روز کافیه. ورزش، الان جیمم دارم ورزشم بکنم و بعد برم
سمت ایونت. برو بریم. آقا من دیگه بدو از باشگاه در اومدم، لباس پوشیدم، دوش گرفتم، لباس پوشیدم، اومدم الان اینجا منتظرم که دوستان بیان و دوستان برسیم به ایونت. بارون منو دیوانه کرد. همونطور که میبینید استارتاپ مربوط به گیم، هر چیزی که مربوط به گیم باشه، سخت افزار، نرم افزار، بنیامین آره میگفتم سخت افزار، نرم افزار و هر چیزی که مربوط به گیم باشه کلا دیگه. از اینجا به بعدم سخنران ها هستن و شرکت کننده ها. یکیش خیلی جالب بود، این بود مناسب برای افرادی که ناتوانی جسمی دارن. یعنی شما یه دوربین داشته باشی، حتی اگر نتونی با دست کار کنی، با میمیک صورتت میتونی بازی رو انجام بدی. Powerful, emotional, anti-war game which speaks about human condition, and with your support we can bring this meaningful experience into the world. Thank you so much. قسمت قصه‌دار قضیه این بود که بازی که بنیامین ارائه داد یه بازی آنتی وار بود و فردای همین روز ایران شاهد جنگ.